مخاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیزر میگه که منم داشمی رو های گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستید. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه، جیبتون پرپول باشه، سالم و سر حال و سکسی باشید. و همین اول برنامه تشکر میکنم از اسپانسر محترم برنامه که علل خصوص در این ویدیو ما حسابی کار داریم با این اسپانسر محترم، چرا که در این ویدیو ما میخوایم فیلم لواط این چهره آقای رضا ثقتی، مدیر کل سابق اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان رو برای شما پخش بکنیم. فیلمی که حسابی جنجال به پا کرده در فضای مجازی، خصوصا در توییتر که یه عده حسابی از خجالت این شخص در اومدن. البته یه سری پشت پرده هم داره این فیلم و این شخص که این فیلم لواط باعث شد که یک دریچه و یک بابی بشه برای اینکه ما بخوام راجع به پشت پرده های این چهره با شما صحبت بکنم. آقای رضا ثقتی که قبل از اینکه مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان بشه، یکم تصویر رو بزرگتر میکنم چون میخوام روی تصویر صحبت کنم، سابقه مسئولیت اداره تبلیغات سپاه رو داشته و یه سری از این سمت‌های مذهبی هم داشته. شما نگاه به قیافه بکنید میگه 2 دقیقه دیگه میخواد شهید بشه، ولی خب قیافه حشری اند عصبی و از اون زاویه که گرایش به جنس موافق داره. البته این شخص زن و بچه داره، یکی از دختراش دم بخته و داره ازدواج میکنه و البته گرایش به جنس موافق چیز بدی نیست، اما واسه حکومت و دولتی که میاد به همجنسگراها میگه که این آدم‌ها آدمای کثیفین، این حرکتش قفله. آقای رئیسی در مصاحبه‌ای که انجام داده بوده گفته بود که همجنسگرایی یکی از کثیف‌ترین چیزها در تاریخ بشریت. سلطان اگر چیزی کثیفه چرا مدیرات یکی پس از دیگری فیلم‌های لواطشون در میاد، فیلم‌های گرایش به جنس موافقشون در میاد؟ البته یه عده همچین تعجب کردن از این فیلم، حالا شاید هم یه عده‌تون ندیدید که حالا جلوتر براتون پخش می‌کنم این فیلمو. سعید طوسی بوده دیگه از قدیم و اگه یه کنکاشی هم ما توی استری از این مدیرا بکنیم همچین دست کمی از ایشون ندارن و فیلم لواط و گرایش‌های مختلفشون ممکنه که منتشر بشه. حالا توی بازیگر یه مقداری ماجرا فرق میکنه، تو سلبریتی اونا گروپ پسندن، اینا همجنس پسندن این افراد. البته تصاویری که گرفته شده من حس میکنم که این تصاویر دوربین های مخفیه که نهادهای امنیتی معمولا کار میذارن تو اتاق مدیرها و سر به زنگ‌ها میخوان کله پاشون بکنن. اونجوری که من دارم تله آنالیز میکنم نهادهای امنیتی گویا این تصاویر دوربین های مداربسته رو کار گذاشتن و حالا هم میخواستن این رضا ثقتی رو مقداری کله پا بکنن و اینا فیلمشو پخش کردن. حالا فیلمشو اینجا من دارم و براتون پخش میکنم. اما این آقای رضا ثقتی استوریهاش و مصاحبهاش پشمریزون بوده و همچین حرف از حجاب و امام و انقلاب و اسلام میزنه که کرکوپر پشم هر آدمی میریزه. مثلا ایشون جز کسایی بوده که برخورد کرده با حجاب اجباری و مدام گفته بوده که اینا میخوان لخت بشن، اما تصاویر محرمانه و اصطلاحاً تصاویری که با دوربینای مخفی ضبط شده نشون میده که ایشون تو محل کارش داره شورتشو میپوشه و جورابشو میپوشه و اگر لخت شدن باشه شما مدیرات زودتر از بقیه لخت شدید و شاید البته بابه که تو گیلان و جای مختلف با شورت میرن سر کار. فکر میکنم اینجوریه گویا و چیز عادیه براشون که اونجا میگیرن اینو اونو میکنن. اما ایشون کسی بوده که گفته که استوریش، البته دارید میبینید همه استوریش هم مصاحبهاش و آقای ثقتی اومده گفته بود که این بی‌حجابی پوشش‌های زننده توی شهرها داره اتفاق میفته حاصل محصول ولنگواری 8 سال دولت قبلی بوده، کردش تو پاچه دولت قبلی، گفته که حالا ما اومدیم و تو دولت جدید داریم کارهای جدید میکنیم. البته جالب بدونید که ایشون یه دونه قرارگاه درست کرده بوده تو گیلان به اسم قرارگاه فرهنگی عفاف و حجاب محل محور در استان گیلان که بعد گفت به شما، چون شما باید یکی جلو خودتون رو بگیره. و جالبه که
مصاحبه‌ای که از ایشون در خبرگزاری ایسنا منتشر شده جالبه که گفته شده که مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان در حاشیه راه اندازی این قرارگاه فرهنگی در جمع خبرنگاران گفته که یکی از ناهنجاری‌های شهری که دغدغه‌مندان رو نگران کرده بحث زیر سوال رفتن حجاب، عفاف و سایر اتفاقات در جامعه است. گفته که معتقدیم مسئله حجاب و تقویت زیستی عفیفانه باید توسط مردم راهبری، مدیریت و پشتیبانی و ارتقا پیدا بکنه و گفته که ما کانون‌های فرهنگی رو درست کردیم که حجاب و عفاف رو تو جامعه بذاریم که مردم لخت نشن. گویا این فیتیش خودشون بوده لخت شدن. همون ضرب المثل قدیمی که میگفت کافر همه را به کیش خود پندارد نمونه بارز همین رضا ثقتیه. بعد جالبه که یه دونه اسکرین شات هم از صفحه اینستاگرام ایشون اومده بیرون در فضای مجازی و گفته شده که ایشون جزو جبهه انقلابه و بیوشو بخونم براتون. گفته که جبهه انقلاب را گسترش دهید، یارگیری کنید، حذف نکنید رهبری. بنده خدا شاید داشته یارگیری میکرده، البته بیشتر داشته یار رو میکرده تا یارگیری بکنه. و از اون طرف یادتونه قبلا یه فیلم جق زدن اون یارو خبرنگار فارس اومد بیرون، بهش لقب جانباز رسانه‌ای رو دادن. حالا یه چند وقت دیگه صبر بکنید به ایشون هم لقب جانباز کونکنی و این لواط و این چیزا خواهند داد و داستان‌های این افراد همچنان ادامه داره. اما بریم این فیلم رو ببینیم که ماجرای این فیلم چیه. به صدا با دقت گوش بدید. اینجا فکر کنم کارهای اداریشون تموم شده. میدونه خیلی چاق شدی. بهش میگه خیلی چاق شدی. یه دوست پسرشه دیگه. خب اینجا داره جورابه رو میپوشه. چرا؟ همش استرس بود، همش فشار بودی. کار خیلی اطلاع رسانیتون بد بود. به دو جهت هم خیلی من خبرنگاری که پیداشون دارم اعتراض کردم که اینا نمیخواد شروع بشه. یک دقیقه 90 دارم میگن هنوز هم که اندازه نمیدونم پورتال ارشاد گیلان هیچ اعلام نکرده از زمان و مکان دست اینا هرچی ما داریم دنبال میکنیم. من چی؟ همه چی علت نه. این نه بخاطر شروع کلوبی نه. مثل دلیلی نباید محل رمشون فتح نه. آمالی متنفع و محتشم خانواده متنفع و محتشم حکومت مرتش کسابی کنه. سایماندارون هم باید این کارآگرد دیدگاه خیلی عالی بود. هر جا گفتی میتونه عالی بشه. دو سه تا فیلم دیگه هم هست. حالا توی قسمت بعدی من براتون این فیلم ها رو پخش خواهم کرد. دارن جوراب رو میپوشن و شورت هم میپوشن، دم و دستگاه هم هست، ولی خب حالا سانسور شده که زیاد قابل پخش نیست توی پلتفرم‌های مثل یوتیوب. اما داستان این افراد اینه که برید یه سری بزنید تو زندگی خودشون. زندگیشون پر از فساد و پر از این کثافتکاری هاست و فقط بلدن حرفای خوشگل رو به مردم بزنن. فقط بلدن که مردم رو محدود بکنن و فقط بلدن که این اتفاقات و این سختگیری ها رو برای مردم انجام بدن. اشکان خطیبی چند ساعت پیش اصطلاحاً توییتی رو منتشر کرده بود، گفته بود که من میخواستم برم مجوز خوانندگی بگیرم. همین مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان حسابی با من برخورد کرد و گفت من مجوز خوانندگی بهش نمیدم و گفته بود که اگر من به این مجوز بدم این میخواد بره روی صحنه 1000 تا کثافتکاری بکنه. شما پشت میزتون که اونجا هستش 1000 تا کثافتکاری میکنید، اما همون میشه کارمایه دیگه. حالا جالبه یه عده دارن میگن که چرا آبروی مؤمن رو میبری. بعد به این افراد گفت آخه پشمکای فلان فلان شده. مؤمن
اینجوری لخت وهمی داره مومن این کارا میکنه. حرف از این چرت و پرتا رو نزنید. در صورت مرسی که تا این لحظه با ما بودید. حتما ویدیو برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید که چهره این آدم ها رو بشناسن و بدونن ذات این آدم ها چیه.